از امروز نفر اول بعد از بعل شما هستید. به عنوان خدایی بالاتر از خدایان دیگر او را پرستش کنید. خدای حیات. زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه! او را ببرید اعلی حضرت به اتاقتان. او را همسر خود کنید. برای پادشاه فرزندان به دنیا آور. بعل شما را برکت دهد. پادشاه زنده باد! پادشاه زنده باد! پادشاه زنده باد! ملکه زنده باد! ملکه زنده باد! ملکه زنده باد! پادشاه زنده باد! ملکه زنده باد! ملکه زنده باد! پادشاه زنده باد! می روم تا قربانی برای بلق گذارم، برای برکتی که با بارش باران به ما داد و همچنین شکرگزاری خواهم کرد برای پیروزی بر دشمنانمان تا صلح داشته باشیم. پادشاه جلال یافته، باشد که دختران خدایان به شما کمک کنند در زیاد شدن اولادهایتان در پیشگاه بعل بزرگ. ای دختران خدایان، باشد که در کنار هم بعل را حرمت دهیم.
دستور دادم طبق خواسته همسرم ملکه ایزابل برای تمام کاهنان بعل و عشیره در قصر سلطنتی کل ما یحتاج و امکانات برای زندگیشان مهیا شود تا بتوانیم در کنار هم بعل بزرگ را شبان روز بپرستیم. ولی آنها اعلی حضرت تعداد 450 کاهن برای بعل و 400 کاهن برای عشیره هستند. عالی است. این تعداد برای پرستش شبان روز بعل بزرگ کافی است. با خوشحالی دستورات سلطنتی را انجام می دهیم. گوش کن. باشد که شراب کار کند و صدای پرستش مردگان را نیز برخیزاند. شاید اعلی حضرت این دستورات سلطنتی شما شهوت بعل بزرگ را نسبت به عشیره برانگیزد و برای ما خدایی جدیدی بیاورند. بله کاهن اعظم من، تو نادان و ساده نیستی کاهن اعظم. مراسم را شروع کنیم. چه کسی شما را دعوت کرد؟ میشناسمت. ایلیای نبی هستی. با چه جرأتی اینجا آمدی؟ برای جانت نمی ترسی؟ به خداوند خدای اسرائیل سوگند میخورم تا چند سال باران و شبنمی بر زمین نخواهد آمد مگر با درخواست من. فکر میکنی که هستی؟ نگاه کن، به اطراف نگاه کن. قدرت و عظمت بعل بزرگ را میتوانی ببینی ایلیا و او را با خودت مقایسه کن. ای ایلیا، تو جرأت کرده ای به اینجا بیایی و ادعا کنی که قدرت الهی داری؟ خداوند میفرماید خدای قوم اسرائیل را خشمگین کرده اید شما، تو و همسرت. چند میگویی؟ میدانی که پادشاهی که با او صحبت میکنی میتواند تو را تا ابد در حبس کند؟ تا ابد؟ بیرون بیرون از جلوی چشمم برو. همسرم را ناراحت کرده. خدایان هرگز تو را نخواهند بخشید ایلیا. من هم تو را نخواهم بخشید. شنیدی ایلیا؟ نمیبخشمت. منم همینطور. هرگز نمیبخشمت. من هم هرگز تو را نخواهم بخشید. بنوازید. کلام خدا بر او آمد و گفت برخیز و به طرف مشرق برو و کنار نهر کریت در شرق رود اردن خود را پنهان کن. از آب آن نهر بنوش و از خوراکی که کلاغ‌ها به فرمان من میآورند بخور.
مدت زیادی است باران نباریده. مزرعه ها در حال خشک شدنن. معقول نیست. ما نهایت تلاشمان را در برابر بعل بزرگ انجام دادیم. باید همه به دعا ادامه دهیم در حضور بعل. بعضی وقتا خدایان هم از ما خوشنود نیستن عزیزم. شما ایلیا را یافتید؟ هنوز نه اعلی حضرت. مخفی شده؟ او را خواهم کشت. پیدایش میکنم و او را له میکنم. صحنه زیبایی نخواهد بود. شنیدی؟ صحنه زیبایی نخواهد بود. پس ایلیا به دستور خداوند عمل کرد و در کنار نهر کریت ساکن شد. هر صبح و شام کلاغ‌ها برایش نان و گوشت می آوردند و او از آب نهر می نوشید. مردم نگرانند و شکایت می کنند. خشم خدایان فرو نمی نشیند مگر با دعا و قربانی های بیشتر. چندی بعد به علت نباریدن باران بر زمین آن نهر آب خشک شد.